درود دوستان عزیز، نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را با صحبت‌ها اطراف بزرگترین مطلب‌های بزرگ تابستانه ترانسفری منظورتان می‌گردانیم. اول البته که گپ سر معلومات‌ها درباره تمدیدکنی شرطنامه با لامین یامال خواهد بود. هرچند که دستهای پولدار مثل PSG از برای یامال میلیارد هم وعده کردنی‌اند، این نوبت کارها مثل ترانسفر نیمار پیش نمی‌رود. اگرچه نیمار البته با بهانه رفتن از زیر سایه مسی یک زمان بارسا را ترک کرده بود، زمان یامال دیگر در بارسا نه مسی است و نه سایه او. یامال به قول ووندرکیند با میلیون رکوردهای میدانی خویش سایه و پیکره نوی مسی را در ملک کاتالانی بنیاد کردن است. خلاص که پرزیدنت بارسا ژوان لاپورتا در مورد شرطنامه نو با یامال چنین میگوید: قریب که همه چیز حل شده است و تنها حجت‌ها را باید تصدیق کرد. لامین چهره هوشمند است که در بارسلونا برایش پسند است. او استعداد حقیقی و همچنین بازیگر دستاوی است. بعد این سخنان نفر گالستوکدار و بالاگذاری بارسا میتوان گفت که با یامال اگر شرطنامه عمری هم دهند خطا نمی کنند. این چهره پر استعداد بعدیان این موسم 4 مرتبه خود ریال را زیر پا کرد و در اسپانیا 3 جایزه تاری سر برداشت. بهره رفتن از پیراهی مسی باز انگیزه بزرگ میگیرد. 19 گل و 25 اسیست این نفر 17 ساله در کل مسابقه های این موسم بازگویان است که یامال واقعا هم کلید کامیابی های دسته فلیک در این موسم است. با دراز کردن مهلت شرطنامه خویش البته که معاش کاری یامال هم بیشتر می شود، ولی حالت دهشت افکن و فلاکت برای دسته های دیگر آن است که بازی یامال با مرور زمان بهتر می شود و درد سری دفاعگران رقیب البته که بزرگتر می شود. برای گرفتن راه این خطر پیش از همه خابی آلونسو را ضرور است که همه دفاعگران را از بایر به مادرید بیارد. در حالی که تمدیدکنی شرطنامه با یامال برای لاپورتا به قول 2x2 است، ولی بارسا باز ناپسندترین چهره ارژنتینی برای کل فرانسویان را شامل تیم کردن است. اینجا گپ سر دروازه‌بان استون ویلا و منتخب ارژانتین امیلیانو مارتینز می‌رود که بارسلونا برای شرطنامه پیشنهاد کرده است. خود مارتینز که در بازی ویلانها ضد تاتنهام با چشمان پر اشک با مخلصان ودا هم کرده بود، البته معنی آن را دارد 2 تابستان از برمینگهم می‌رود. نسبت دیبو مارتینز همچنین من یونایتد توجه کرده است. اگر امیو می‌خواهد ارژانتینی جنجالی را به دست آورد، آنها را فهمیده می‌شود، زیرا برآمد آنانا نه همه وقت شایسته تعریف است، ولی سیگارکش بودن شسنی با داشتن دروازه‌بان مثل استرستگن معنی آن را ندارد که دروازه‌بان‌های بارسا با پرگی لاخند. با احتمالیت زیادی دیبو مارتینز نه به بارسا و نه به امیو بلکه به کشور سعودیان می رود، زیرا پیش از فرصت‌های نفقوی اندک پولای علاوگی نیز به کسی ضرر نکرده است. ولی در فوتبال اروپا یک نفر دیگری هم هست که حتی از خود لاپورتا و یامال بیشتر می‌خواهد که در بارسا باشد و این هم مارکوس رشفورد است. رشفورد نفری است که نواسته از آن باخت‌های بی‌حساب و زینه‌های 17 هم برای امریم نادرکار شد. این مرد که خوب و سخاوتمند انگلیس هرچند که سر از زمستان برای استون ویلا سخت در کار شد و چند مرتبه هم از خود سر و صداها بلند کرد، ولی نسبت بارسا هیچ شعله محبتش خاموش نمی شود. هرچند که زمستان آنقدر اشاره و ناله کرد ولی به دادش نرسیدند. این مورد باشد گفته می شود که رشفورد حتی با وجود کم شدن معاش هم می خواهد به بارسا برود. به قول حمله‌ور منتخب انگلیا ماز در بارسا او دیگر باره به حالت پیشینه برگشته می تواند، ولی از جانبی دیگر او زیاد چیزها خواستن می گیرد، ولی قرار آخرین را خودی فلیک میبرارد. خود ببینید که با وجود داشتن سهگانه قوی ترین در خط حمله، فلیک رشفورد را در کجا جا میکند؟ اگر لیواندوفسکی مثلا ساز نمی بود و رافینیا اینقدر گل نمیزد، پس آوردن رشفورد از منطق دور نمی بود. رشفورد در حالتی که خویلوند 70 میلیونه در 30 بازی به زور 3 گل میزند در امیو در کار نشد، پس برای بارسلونا که این موسم در اروپا بیش از 100 گل زد چرا باید که حتما در کار شود؟
در حالی که بارسا این موسم در اسپانیا تیم شاهانه را از تخت فرآورد و گدا کرد، پس ریال در رو به حل کردن پرابلم ها سر کرد و دسته شاهانه یک باره دو دفاعگر آمدند. ترنت اگر به پول پیراهن قیمقی پوشیده است، از برای دفاعگری 20 ساله بورنموث دین خیسن الکی 50 میلیون پرداخته شد. تا این دم باشد ریال کلا در فکر دفاعگران نبود و به این هم دلخور رقیبان را زیر و زبر می نمود. مثلا فلو پرز در 5 سال از برای دفاعگران همگی 5 میلیون یورو مصرف کرده است و از روی نشان داد ریال در جهان در زینه 236 قرار دارد. تا 5 دسته بهترین از روی خرید دفاعگران باشند همگی از انگلیس هستند. چلسی با نرخ 391 میلیون 13 دفاعگر خریده در جای یکم است. تاتنهام باشد با ارزش 358 میلیون 18 دفاعگر خریده است و در جای دوم است. سیتی پولدار، امیوی بیمار و ارسنالی در راه جایزه‌گیری خوروزار باشد در زینه‌های سوم، چهارم و پنجم قرار دارند. خود خیسین باشد مخلص اشدی راموس بوده، می‌خواهد که در مادرید رقمی 4 داشته باشد. فکر می‌کنم رقمی 4 عین حال در پشت آلابا باقی ماندن گیرد. از همه مهم کاری کردن ضرور است که از بارسا دیگر 4 گلی سر ندهند. در حالی که دفاعگر چخان لیورپول به ریال رفت، لیورپول هم درو عوض کننده او را پیدا نمود. این هم جرمی فریمپونگ است که الکی بازیگر لیورپول است. بازیگر هلندی برای عوض 35 میلیون یورو از بایر به صف قهرمانان انگلیا پیوسته. در آنجا درباره هموطنش وان دیک برای دسته اسلات خدمت رسان می شود. تا کدام درجه این هلندی به طور صدفایزه ترنت را در صف سرخان عوض کرده می تواند انیق معلوم نیست، ولی دقیق است که فریمپونگ از زمره آن نفران است که ارزش بزرگ دارد و به کارهای بزرگتر هم قادر است. در مورد چهره‌های پرسر و صداترین اگر یک مرتبه سخن گشاییم، کریستیانو رونالدو باز هم بیرون از میدان بهترین دانسته شد. هرچند که رونالدو در النصر 2 موسم از 11 جایزه بنصیب شد و سال آینده دستش در لیگ چمپیون‌ها هم نیست، این برایش مانع نمی‌شود تا او پول زیاد کار کند. در آمد گپ کریستیانو رونالدو گرانمزدترین ورزشکار سال 25 دانسته شده. با قول ژورنال فوربس بازیگر پرتغالی سالانه 275 میلیون دلار کار کرده است. توپ 10 گانه ورزشکاران گرانمزدی سال 25 باشند چنین است: کریستیانو رونالدو 275 میلیون فوتبال، استفن کاری 156 میلیون بسکتبال، تایسون فیوری 146 میلیون باکس، داک پرسکوت فوتبال امریکایی 137 میلیون، لیونل مسی 135 میلیون فوتبال، لبران جیمز 113 میلیون بسکتبال، خوان سوتو 114 میلیون بیسبال، کریم بنزما 104 میلیون فوتبال، سخی اتانی 125 میلیون بیسبال، کوین دیورانت 101.4 میلیون بسکتبال. کلاس که از روی شهرت و پولداری باز هم رونالدو از مسی پیش گذشت. بسیاری ها برانند که نفری که یک حیات لیس را رکلام می کند هیچ وقت با برند جهانی CS7 برابر نمی شود. بین این طایفه گپ هم آن است که مخلصان رونالدو می توانند مخلصان مسی را به یگان فکر زیادتی بامش عنوان کنند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.